صفاریان، اشکان خطیبی، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما می‌خوایم در مورد اجرای کنسرت تئاتری امروز حرف بزنیم که برای اولین بار قراره توی ایران برگزار بشه. بهروز صفاریان، در مورد بحث‌های موسیقی این اجرا قبل از هر چیزی صحبت کنید لطفاً. مرسی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبای سایت موسیقی ما. امیدوارم که این اتفاق جریان‌ساز بزرگی بشه قبل از هر چیزی. این نقطه‌ای که این کار در واقع متولد شده، صورت گرفت، تصمیم گرفتیم اشکان خطیبی و محمد رحمانیان این افتخار و همکاری رو داشته باشم با این دو عزیز. نقطه‌ای بود که فکر کردیم که در تعامل موسیقی و سینما و تئاتر یک جریان جدیدی رو در واقع راه‌اندازی بکنه، جدید که به لحاظ تو کشور ما جدید یک پرفورمنسی به قول خودمون درست بکنیم و یک جریان جدیدی در موسیقی و تئاتر، کنسرت تئاتر در واقع صورت بگیره که تمام معیارهایی که به لحاظ سلیقه‌ای داشتیم به لحاظ موسیقی، به لحاظ نویسندگی در واقع سعی کردیم به سلیقه خودمون رعایت بکنیم و بهترین ها رو کنار هم دیگه جمع کردیم. اشکان خطیبی، در مورد بخش نمایشی این اجرا به ما توضیح بده. اتفاقی که من فکر میکنم تو ایران خیلی نادر و خیلی کم اتفاق افتاده. سلام عرض میکنم، ممنونم که این وقت در اختیار من و بهروز صفاریان گذاشتید. اول از همه این که بله شاید یکم اسم کنسرت تئاتر اول اسم مبهمی باشه، تیتر مبهمی باشه برامون، ولی به هر صورت این یک سنت جا افتاده است که در غرب به خصوص آمریکا برادوی اجراهای طولانی مدت میرن، کنسرت هاشو در واقع زیر مجموعه تئاتر موزیکال به حساب میان. اینکه در واقع چطوری این اتفاق افتاد، در واقع دو تا مسیر جدا داشت طی میشد. یکی من و بهروز صفاریان و کارهایی که علاقه بهش داشتیم و نوستالژی داشتیم نسبت بهش، و از این ور در واقع بخش نمایشیش با محمد رحمانیان پیش میرفت که از یک جای این در واقع مثلث تشکیل شد و جلو رفت. بعد غزل شاکری اضافه شد، بعد نوازنده‌های در واقع درجه یکی که بهروز صفاریان که تک تکشون واقعا بی‌نظیرن و خیلی‌هاشون برای اولین باره که دارن برای یک بندی غیر از اون چیزی که خودشون می‌زدن، خودشون آهنگسازن. خیلی‌هاشون حالا زیاد اسما رو حالا بعدا می‌تونیم بسیار در این ارکستر در واقع تک تکشون سختگیری‌های خودشون دارن و نظراتشون کنار هم قرار داریم. دقیقاً. و اینکه بخش نمایشی چه اتفاقی میفته، بخش نمایشیش در واقع تشکیل شده از 10 صحنه نمایشی که لابلای این 10 ترانه در واقع حالا با فرم‌های مختلف، با شکل‌های مختلف در واقع اجرا میشه. دو تا شخصیت داره این نمایش و در واقع میشه گفت یک جور ادای دینی هست بخش نمایشی این کار به فرهاد مهراد، موسیقی پاپ بعد از ایران و گروه یلو داگز و در واقع اعضای فقید این گروه. این در واقع کلیت چیزی هست که من میتونم بهتون فعلا بگم. اشکان، برمیگردیم بهت. قبل از یه سوال سینمایی و تئاتری میخوام بهروز صفاریان، به هر حال تو جزو تاثیرگذارترین افراد موسیقی پاپ بعد از انقلاب ما هستی، به ذهن نظر عمده منتقدین و فعالین حوزه موسیقی. کلاً هم خیلی زیاد روی استیج نیومدی و تجربه زیادی روی استیج شاید نداشته باشی، اما به هر حال آدم مهمی هستی در این عرصه و حضورت به عنوان در واقع رهبر یا سرپرست ارکستر این برنامه، من فکر میکنم برای مخاطب‌ها و اهالی رسانه خیلی غافلگیر کننده و جذابه. در مورد این حضور و این حضورت که بعد از این همه سال قرار شده در این برنامه روی سن بیای صحبت میکنه. حتما. از اینکه در سالهای گذشته من با شاید 2 تا خواننده فقط روی صحنه رفتم، با دکتر اصفهانی و فریدون آسرایی که همه اونا کنسرت خوبی بودن. اما از اینکه سلیقه من و خیلی از دوستای من میشناسن به لحاظ کار موسیقی، تولید موسیقی و کل آن چیزایی که مربوط به موسیقی میشه، حالا که در تلفیق با تئاتر و سینما در واقع اومدیم یک عملکرد درستی رو در واقع به کار بگیریم برای اولین بار در کشورمون عملکرد درستش باشه. ولی کلا کارهای جریان ساز، چیزهایی که برای بار اول داره اتفاق میفته، به لحاظ سلیقه به من خیلی نزدیک‌تره. چیزایی که ایجاد جریان میکنه و ممکنه بعد از این جریان آدمایی باشن که شاید خیلی بهتر، شاید متنوع‌تر، شاید به هر حال جریان راه میفته. و من اون نقطه اول رو خیلی دوست دارم. سلیقه‌م اینه که همیشه در نقطه اول حضور داشته باشم و کاری شکلی بکنم. شاید دلیلی که 90% مقبول بودی. 90% مواقع توی نقاط اول حداقل توی موسیقی پاپ
همیشه بوده. آره این فرصت به ما در واقع به من در واقع رو کرده. خیلی ممنون. در واقع اتفاق افتاد برای من که افتخار بزرگی است که کنار دوستان عزیزمون هستم و تونستیم این جریان رو صورت بدیم و امیدوارم که اتفاق خیلی بزرگی بیفته که قطعا تا الان این لحظه که خودم مطمئنم افتاده و در اجراها حتما مردم حالشون خیلی خوب خواهد شد. اشکان مخاطب شناسی سوال بعدیم از اشکان خطیبی. اشکان مخاطب شناسی در این قبیل اجراها من فکر میکنم خیلی خیلی مهم و در واقع تاثیرگذار میتونه باشه. تو چه رنج از مخاطب موسیقی یا هنر یا سینما یا تئاتر رو برای در واقع دیدن و تماشای این برنامه در نظر گرفتی و با اون ایده با اون طرز فکر رفتی سراغ اجرایی کردن این پروژه؟ سوال درستی پرسیدی، اما جواب خیلی قطعی براش وجود نداره. یعنی طبقه بندی من ندارم برای مخاطبم. فکر می‌کنم مخاطب این کار آدم‌هایی هستن که خاطر بازن، خاطر سازن، دنبال خاطره ها، دنبال اتفاقات نوستالژیکن، دنبال ترانه‌های جذاب قدیمی که همیشه توی ذهنمون میمونه، ملودی ها و زمزمه‌اش می‌کردیم. من فکر می‌کنم مخاطب اصلی در واقع این کنسرت تئاتر این دسته از آدم‌ها هستن. حالا این میتونه شامل پدران ما، مادران ما، خود ما و حتی نسل سوم، چهارم که نسل‌های بعد از ما. شاید واقعا سنی براش نمیشه گذاشت. بیشتر کاری که همونطور که بهروز گفت برای اینه که حالمون خوب بشه. بهروز صفاریان در مورد تعامل در واقع موسیقی و تئاتر و این آدم هایی که قرارن در واقع نوازنده ها و موزیسین هایی که توی این برنامه حضور دارن صحبت کنه به عنوان بحث آخری که با بهروز داریم. یه سوالی از اشکان علی داریم. تا به الان در ورود کردن هر کدوم از اینها به هم دیگه من تا اینجا که اطلاع دارم هیچ اتفاق خوبی نشنیدم، چه به لحاظ موسیقی که در فیلم مصرف میشه در تئاتر، چه به لحاظ اینکه یک نفر از موسیقی از سینما یا تئاتر میاد وارد موسیقی میشه که البته منظورم اشکان نیست، نه اشکان. من اتفاق خوبی و واقعا شاید به استثناء که اشکان یکی از استثناست دیدم و دیگه چیز دیگه واقعا نشنیدم و ندیدم. این نقطه است که فکر می‌کردم که لازمه که در موسیقی ما، در سینمای ما، در تئاترمون یه همچین تعامل صورت بگیره که آدم‌هایی که کارشون خیلی خوب بلدن کنار هم دیگه قرار بگیرن و بقیه از این موضوع یاد بگیرن و این یک الگویی بشه، یک جریان جدیدی بشه. شاید البته این بیجا باشه ولی خب شاید موسیقی سینمای ما گاهی وقتا نبودنش هیچ فرقی نمی‌کنه. مثلا چند تا فیلم آخر از فرادی که موسیقی در سینماش وجود نداشت و خب فیلم‌های بسیار موفق و خوبی هم بودن و این نشون میده که خب در واقع انتخاب خیلی دقیق و خوبی صورت نگرفته و درک درستی از موسیقی. به هر حال شاید من نمیگم که کار ما حتما بدون حرف باید بدون ضعفه، ولی تمام سعیمون کردیم که کسایی کنار هم دیگه قرار بگیریم که بهترین رو ارائه بدیم به مردم در اسفند، در روزهای آخر اسفند ترانه‌ها شامل. سوال آخرم از اشکان خطیبی. اشکان تو در همه این شاید 3-4 سال گذشته با ورودت به وادی‌های مختلف هنر نشون دادی که هنرمند باهوشی هستی و کلا آدم با استعدادی هستی، اما در مورد فعالیت‌های موسیقیایی تو اوایل که آلبوم ترافیک باوند در واقع منتشر شد یه سری انتقادهایی در واقع عنوان شد از کلیت اون آلبوم، حالا خوب و بد نقد شد به هر حال و فقط من می‌خواستم در این حد به ما جواب بدی امروز که آیا حضورت در عرصه موسیقی چقدر جدیه؟ این شاخه از هنر چقدر برات جنبه تفریح داره یا نه؟ چقدر جنبه جدی و اینکه میخوای آکادمیک بیای بالا و ادامه بدی؟ قبلش من چیزی بگم. من اشکان از زمانی که میشناختم، از خیلی سال پیش، از دورم دیگه البته میشناختم، من یادمه که اشکان قبل از اینکه وارد سینما بشه موسیقی میدونست. من خیلی قضیه اینه که حواشی خب دست من نیست، طبیعتا نمیتونم پاسخگوش باشم. بعدم آلبوم انفرادی من کار نکردم که بخوام بگم که انفرادی انقدر انگلیسی خوندی بیادم به فارسی هست. آلبوم انفرادی کار نکردم که بخوام پاسخگوی کلیت اثر باشم یا حتی جزئیاتش. یک تیم ورک بوده که برآیند سه تا سلیقه بوده و اتفاق افتاده. اما اینکه چه چیزی برای من جدیه یا حتی این کار برام جدیه، من کلا شوخی ندارم تو زندگی.
علیرغم اینکه بیخودی میخندم و هم فکر می‌کنم من خیلی مثلا آدم شوخ‌طبعه، من اصلا سر هیچ کاری که واردش میشم شوخی ندارم. خیلی همه چی واسم جدیه. در مرز سکته واسم جدیه. یعنی انقدر هرس می‌خورم تا در واقع اتفاق درست بیفته. تا این حد نه، ولی خب بنابراین طبیعتا این کار برام از هر چیزی مهم‌تره الان، به دلیل اینکه نام‌های بسیار بزرگ و زیادی درگیر این کارن و دوست دارم اول از همه اعاده حیثیت بکنه این کار، از همه و بعد هم مطمئنم ترانه‌هایی که اجرا میشه، آدم‌هایی که این ترانه‌ها در واقع ترانه‌های اوریجینال رو اجرا کردن، از جان لنون، لئونارد کوهن، گروه آها، ایمی واین هاوس، نت کینگ کول، یعنی آدم‌های کمی نیستن اینا. جان لنون، استینگ، اینا آدمایی هستند که کلی طرفدار دارن توی ایران. بنابراین مطمئناً آدمایی که میان این کنسرت‌ها رو ببینن طبیعتاً یک پیش‌زمینه شاید حتی خیلی قوی و غلیظی از این اجراها داشته باشن. دلیل این جمع کردن این آدمای درجه‌ای که بهروز در واقع باعث این اتفاق شده همینه، اینی که کمترین درصد خطا رو داشته باشیم. و به همین دلیلی که برای هممون، نه فقط من و بهروز، برای علی بیرنگ هم اونقدر مهمه، برای محمد رحمانی هم اونقدر مهمه، برای آرش سعیدی و اصلا واسه بسیار شما شد، برای تک تک اعضای بعد. ولی اینکه حواشی بهتره که آدم من همیشه یاد گرفتم مثل اسب مسابقه عمل کنم، یعنی این برام برام نمیدونم، فقط هدف کنم. حالا که چقدر توی چیزا آره دیگه بس و صحبت آخر اشکان خطیبی، بهروز صفاریان، مرسی که وقتتون رو در اختیار سایت موسیقی ما و کاربراش قرار دادید. جمله های آخرتون رو به دوربین سعید عبداللهی میشنویم. مرسی. من توصیه میکنم که هیچ کس نیاد ببینه. من فکر کنم گوش نکنید، برای یه بارم که شده به بهروز صفاریان رو ببینید. مطمئنم که راضی خواهید بیرون رفت، حالتون بهتر خواهد شد. اونم آخر سال تو اون روزهای سرد ترانه‌های یخ دلاتون باز می‌کنه. امیدوارم. مرسی. ببینید حرف ما هم میشه. مرسی.